آقا داستانای بلک مارکت پارت اول. آقا من اینجا یه تیرم ریجستر نمیشه یا رو میزنم اصلا انگار نمیگم یه دونه تیرم بهش نمیخورم تو علیکی داره اینجا یکی بالا رو میگیره ما تیرشو میدوزیم بعد یکی دیوای دستشه منی که اسنایپ دست منو نمیتونه بزنه. آقا حوصله ریلود کردن نداره یه تیر زدم نخورد داره یه هیپ فایر رو هم نخورد هدشاتش کردم که با لطف شانس خداوند توانستیم. حالا آقا بیوایش هم برمیداریم که در ادامه کار شاید به دردمون بخوره. آقا کارت یارمون گرفت یار نوبسته هم میمیره حیفت. دوباره آقا میاد با یه نفر دیگه درگیر میشه ما میریم کمکش کنیم اینو بالایه میریم کمکش کنیم وقتی کمکش یه بود کارتش گرفتیم همون لحظه یعنی برگه منو میره حالا آقا منو زد تموم شد. آقا یه یار AFK یه جا دیگه دارم دوباره یار من میاد پایین میخواد منو بگه یعنی یار ما اومد منو گرفت دمشتم کارت منو گرفت که جنگیش حساب کنه نفت به کارت منو گرفت که ببینیم اصلا من دوباره اومدم زومم اومده بود این ادر فایت میشه که انمی زدش ما هم یه جوری رو خودمون رسوندم بلک مارکت اومدم کارت یارمو گرفتم و دوباره خودم هم مردم. الان یارم بعد چند ثانیه میاد اومد اما مثل که به بلک مارکت نرسید و نگذاشت منو کارت منو بگیره و خدا نگهدار منو گرفت. خدا نگهدار.